أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره یه فرقه ظاهر شد از همین مدعیان تشیع که ادعا کردند که جعفر ابن محمد امام صادق رضی الله تعالی عنه که خدایه و اینکه ابوالخطاب محمد بن زینب از طرف جعفر بهش وحی میشه. جعفر خدایه، به کی وحی میشه؟ به ابوالخطاب. و ابوالخطاب پیغمبره و بشر باید طاعت چنین پیغمبری رو بکنه. بعد یواش یواش همه فرقه های باطنی اینجوری هستند. یواش یواش همه محرمات رو حلال کرد، زنا رو حلال کرد، دزدی رو حلال کرد، شرابخوری رو حلال کرد، ترک نماز رو حلال کرد، همه فرایض از بین برد. و در ایران مگه همین نیست؟ در ایران چیزی مونده؟ هیچ کشوری شما در دنیا سراغ دارید که مثل ایران دین گریز باشه؟ و همه اینا را به خدا نسبت میداد که بعد خدا دروغ حلال کرده. این که به نفع همدیگه شهادت زور بدید اشکال نداره. فرقه مثل رامندیه، ابو مسلم خراسانی، خرمیه، تزامیه، حریریه، رامندیه، همه اینها ادعا کردند که امامت در کیه؟ امامت به عباس ابن عبدالمطلب، عموی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، مال علی نیست اصلا، مال عباسه. و بعد این قول رو بعداً تغییر دادن که شخصی به نام علی بن محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهیم بن محمد بن علی بن عباس بن عبدالمطلب که اسمش مهدی شد و ادعا کرد که وقتی که پیغمبر فوت کرده وارثش عباس بوده.